سلام، حالتون چطوره؟ خب امروز میخوایم در رابطه با قطعات تشکیل دهنده سیبک با هم صحبت کنیم. خب سیبک از چه اجزایی تشکیل شده؟ سیبک از تنه یا بدنه، یه بالپین که همون قسمت کرویه، مثل زانوی پا. زانو هم قسمت کروی داره، مفصل کرویه. بعد مهره، کفشک، گردگیر، فنر و پولک تشکیل میشه. خب بالپین توسط یک کفشک درون این تنه قرار میگیره. خب و بعد اینکه اینجا قرار گرفت توی این یه همچین ظاهری بعد مونتاژ تشکیل میده. خب حالا این گردگیر وظیفش چیه اینجا؟ این گردگیر وقتی کل این بسته میشه به چرخ، این گردگیر نمیذاره تو حرکت آشغال یا اجسام خارجی وارد سیبک بشن، چون اگه وارد این بشن خود به خود این کفشک ما زودتر خراب میشه، یه ذره گیریسه این تو. و این مهره وظیفش چیه؟ مهره تقریبا میاد به چرخ، این مهره اینو نگه میداره. یعنی اگه ما مهره ضعیفی باشه، توی حرکات، توی دست اندازه این ول میکنه خود به خود. اگه این ول کنه چه اتفاقی میفته؟ چرخ از ماشین جدا میشه و نهایتا چپ کردن جزء یکی از این مشکلاتی هست که بعد از این پیش میاد. خب ما اینجا دمونتاژ 2 تا قطعه داریم. این یک فرمان که فرمان پرایده و زیر اکسل 405.